ما گفته که در جماعت بمون ابتدا کنن اگر همه عملا میکنن غیر از قرائت نماز جنازه اند چی؟ جنازه هم بخونه جنازه که خفیه جنازه را همه رکناش میکنه فقط تکبیراش بلند گفتن نمیشه خلاص شما اختیار میکنیم و قرائت بلند نمیکنیم که دوای مثال لیکن همه هر یک تسبیح مقدارش دعا داره مثال یکم تسبیح که الله گفته که دستای بنده سبحانك اللهم میخونیم در نماز جنازه الله اکبر میگه کو یک تسبیح برفت یک رکعت نماز ارخش دیم نمیسا گیم چیا میخونیم اللهم صلی علی اللهم بارک علی میخونیم یک تسبیح الله اکبر میگم شما الله اکبر پس میگی سر نمی جمعونه دیگه ای کنه فقط میسینم که سو براریمو بعد دعای مثل جنازه دونه اللهم اغفر له و شهید و غایبینو این دعا خونده میشه با یک بار دیگه الله اکبر میگه درسته از سلام میتیم همش میگه خدا خواهد میشه در نماز دیگه اون نماز همه تسبیح گفته میشه همیش رو کنه